صدای امید با یه چینق است در تو. آهسته آهسته گذرانده استی. تو از حلال و حرام گپ میزدی، درباره زنا و زناکاران گپ میزدی، مسائل شرعی بیان میکردی. کی بلوت زد که در قطار فاسقا گذشتی و به حیایی را پهن داری؟ خودت فهمیده است که به کدام راه رفته استی؟ اگر خداوند را در پیشگوش قایم کنه و از همین خیل نمارهایی که پهن میکنی بپرسه، چی جواب میگی؟ میگی زنی به حجاب به نمایش برآوردن اونقدر گناه نیست؟ همینطور زنی به حجاب به نمایش برآوردن مگر گناه نیست؟ زینای چشم نمیشه و مگر؟ تو میدانی که با این خیل نوارها گناهی هر بیننده را به دوش میگیری؟ والله قسم نسل جوان با این خیل رولیکات فاسد میکنی. خودت بگو جوانها از همین خیل نوارهای تو چه عبرت میگیرن؟ یک نفری که دیروز از حلال و حرام گپ میزد، امروز با زنهای به حجاب درباره عشق و وفاداری و رابطه های حرام نوار میکنن. این مگر شرم‌آور نیست؟ صدای امید از الله بترس. این خیل نوارهای حرام پهن نکن. دنیا میگذره ولی گناه هر بیننده به دوش تو میمونه. خوب فکر تا بکن.